به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم دوستان یکانی خوبم؟ نغزت؟ سازت؟ سلامتیتان خوب است؟ امیدوارم همیشه خوب و خوش و خندان باشد. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. شنازه قصه گو دوباره با یک داستانی جالب و آموزنده به نزدتان آمد. شیری نکن. قصه امروز اما نام دارد دختر دندان. بود نبود حسن و حسین بچه های دوگانه که بودند که هر روز بعد از نوشتن وظیفه خانگیشان با همدیگر در حوله خانهشان بازی میکردند. یک روز که در حولیه‌شان مشغول بازی با دوچرخه هایشان بودند، صدای رعد و برق از آسمان شنیده شد. حسن همین طوری که پا میزد و دوچرخه سواری میکرد، با شنیدن صدای رعد و برق حواسش پرت شد و به آسمان نگاه کرد. او فراموش کردگی بود که موقع بازی با دوچرخه نگاه کردن به جای دیگر خیلی خطرناک است بچه ها. همین کارش هم باعث افتیدن از دوچرخه به زمین شد. حسین با دیدن این اتفاق خیلی نگرانی برادرش شد و زود از دوچرخه‌اش فرامده به سمت او رفت. حسن در حالی که گریه میکرد با کمک حسین از جایش برخاست و نشست و دستش را به دهانش گرفت. حسین گفت دادرکم گریه نکن، دستت را بگیر ببینم چی شده است. و وقتی که حسن دستش را برداشت او دید که دندان حسن آسیب دیده است. و سرعت به پیش مادرش رفته ماجرا را برایش گفت. مادر فوراً حسن را به دکترخانه برد. دندان پزشک بعد از معاینه دندان حسن گفت دندان پسرتان نشکسته است. فقط کمی لق شده است و دردش طبیعی است. بعد به حسن نگاه کرد و گفت پسرکی خوب، اگر میخواهی که دندانت مثل روز اولیه شود تا چند روز باید رعایت کنی. خوراک‌های سخت و میوه نخوری. بیشتر شوربا و آب میوه بخور که هم دردت کمتر شود و هم زودتر خوب شوی. حسن هم قبول کرد و وقتی که از دکترخانه بیرون آمد دوستش عزیز را دید که داخل مطب نشسته است. عزیز بعد از احوال پرسی با حسن با او گفت که نوبت معاینه دکتر دندانش رسیده است که 6 ماه یک بار باید انجام شود. حسن هم ماجرای از دوچرخه افتیدنش را به دوستش گفت. عزیز که خیلی برای دوستش ناراحت شده بود با او همدردی کرد و دعا کرد که زودتر خوب شود. بعد هم قول داد که تا خوب شدن حسن هر روز به دیدنش برود. حسن از عزیز تشکر کرد و با مادرش به خانه برگشتند. و وقتی که به خانه رسیدند دیدند که حسین در حال تعمیر کردن زنگ دوچرخه حسن است که موقع حادثه از دوچرخه باز شده بود. حسن از چیزهایی که دکتر دندان به او توصیه کرده بود به حسین بازگو کرد. حسین هم وقتی متوجه شد که برادرش به زودی خوب می شود با خوشحالی او را به آغوش گرفت. چند روز بعد دندان حسن خوب شد و حسن از آن روز بعد قدر سلامتیش را دانست و فهمید که موقع بازی هیچ وقت نباید احتیاط کردن را فراموش کند.
بچه‌های خوبم میدونم که شما هم وقتی بازی کردن خودتان رو احتیاط میکنید و حواستان به برادر و خواهرچه‌تان نیز هست. آفرین به شما دوست ریاکان. با همین داستان با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدار شما عزیزانم. خداحافظ.